درود با عاشقان سلسله ویدیوهای وطن دیگر. جماعت سامان دهه طولا است در پس منظر این بالا سر پادیوم اون قسمت های بالا ده میبینید. از تقریبا حدودی از 100 خواجگی هم زیاد است چون دهه 90 هم از چند سال پیش. خلاص گپ سر این است که یعنی این راه ببینید از راه اساسی شاهراه دوشنبه تا سونزاده همه 1 کیلومتر این طرف منفعل شده خیلی زیبا. به خاطر همین دروازه هم که در این پشت میبینید اون بینو و بعدش هم بعدی تپه یک جای بوسکشی تشکیل کردن به نظر براو آفرینشون که از مردم دور زحمت نمیکنن مردم. ولی جالبیش این است که این راه تا همین نقطه تا از دروازه منفرد شده است و ببینید که از همین جای این طرف همگی 1 متر این طرف یعنی منفرش نیست دیگه. چندین کیلومتر 2-3 کیلومتر دیگه تو اون دهه‌ای که برای مردم است منفرش نیست، سنگ است و خاک است و لای است. خب جالبیش این است که یعنی این راهبرا این وزیرا این رئیسا برای مردم خدمت میکنن یا نمیدونم برای خودشون، در حالی که پرزیدنت کشور هم بارها تاکید میکند که یعنی ما برای مردم هستیم، اگر مردم نباشد این وزیر و رئیس و راهبر برای کی است؟ نه و من ژورنالیستم برای کی اگر مردم نباشد؟ پس لطفا محبت کنین که همین گونه راه که تازه منفرش هم شده است آفرین ادامه تین تا نقطه آخر برای مردم این راه منفرش کنین، نه برای چند رئیس و وزیری که برای 1 روز یا 2 روز برای بوسکشی تماشا میآید. خدا کند که انصاف در دل هر یکی ما جا شود و ما برای مردم خدمت کنیم. به همه پرابلم هاش به همه پیشروی هاش وطن دیگر است و این مرز و بوم و خاک دوست داشتنی است.